اگر میخواین که از کارگری یا مثلا از همین من حیث یک ورکر که صفری است در کشورهای اروپایی بیرون شوند دوستا، بخاطر این کار شما باید یک رشته را بخوانند. درست است که مثلا در آلمان هاوس بیلدینگ میگن، در کشوری که من هستم بلژیم اپلیدینگ میگن دیگه. بخاطر از این شما یک رشته را میخواین بخوانند و ما مثلا خیلی رشته رو تحقیقات کردیم. مثلا یکیش میگه بیاک کد فورکلیفت کار کو، یکیش میگه یکیش کد یکی. خب وظیفه است کارهایی است که ارزش زیاد ندارن دوستا. مثلا اگه یک وظیفه با ارزش میخواستن انجام بدن در قسمت های کامپیوتر کار کنن، آی تی، مثلا پروگرامینگ، برنامه نویسی، سافتویر انجینیرینگ، دیگه مثلا دیگه وبسایت دیولپمنت، این برنامه‌ای که هست دوستا بسیار زیاد ارزش دارن. مثلا در کشورها خوب معاش زیاد میتن و اون کسی که در قسمت رو درس خونده او ارزشمند است. در غیر صورت شما مثلا همون کارگر می باشین، کارگر صفری و یک روز بیکار یک روز در کار، کدی چاگکا ایسو بگرد دوسو بگرد، یعنی عاقبت این چیز به نظر من خوبه و عاقبت نداره دیگه. پیر میشی بالاخره دمو کارگری که هستی همون کارگری است.